Пропаганда як обзор است که аудитория رو با جای نشان دادن عکس‌العمل منطقی وادار میکند که احساساتی عمل نماید. پس چی باید کرد؟ سلام، این نوبت در این باره خواهیم گفت. با ما باشید. یک نمونه پروپاگاندا پلاکت‌های سیاسی میباشد و آن در جنگ دوم جهانی وسیع استفاده شده است. این پلاکت‌ها برای دعوت مردم به صف ارتش و دعوت زنان به کار در زواد و کارخانه‌ها پهن کرده میشدند. فکر میکنید این نوع پروپاگاندا دیگر نیست؟ برعکس بیشتر شده است. اکنون با پیشرفت تکنولوژی نوشته‌های تاثیربخش ترغیباتی به شبکه‌های اجتماعی و بیلبوردهای الکترونی راه یافت. پروپاگاندا میتواند مثبت باشد. پروپاگاندای مثبت را در ترغیب طرز حیات سالم، معارف، محیط زیست همه‌روزه احساس میکنیم. پروپاگاندای مثبت یک شکل ترغیبات است که برای آگاه کردن آدمان یا تشویق آنها به کار برای کمک به جامعه استفاده می شود. استفاده اینترنت پنجشنبه با سرعت اطلاعات باعث رشد پروپاگاندا گردیده است. یعنی اینترنت به میدان رقابت شدید تبدیل یافته است. در فضای ویرتوالی هم عقیده های انسان دوستانه، دانش، ارزش‌ها، اینچنین عقیده های افراط‌گرایی و آشکارا معلومات دروغ پهن می شوند. اشتراکچیان روندهای اجتماعی و سیاسی برای تاثیر به جامعه از واسطه های گوناگون استفاده می برند. وقتهای اخیر واسطه پروپاگاندای افلاس ترولینگ شده است، یعنی انتشار پیام های پر از دشنام برای برانگیختن مناقشه ها. این کار را آنها اجرا میکنند که حالا با نام ترول، فیک، بات شناخته شدند. روزنامه‌نگار الهام جمالیان میگوید برای در کنار بودن از هر گونه ترغیبات باید از عقل کار گرفت. وقتی که درباره ترغیبات یا خود پروپاگاندا میرود، یک نمود پهن کردن غایب با مقصدی جلب کردن طرفداران. وقتی که از عقل کار میگیرید و تحلیل میکنید و از نگاهی انتقادی به این دعوت ها، به این مثلا غایه ها، به این اندیشه ها نظر میکنید، شما درک میکنید که مثلا چی است، دستکاری است، شما رو دستکاری کرده استودن یا مثلا هدفشون هدف خوب است، هدف بد است. چی طور پروپاگاندا را درک کرد و هیچ کس کاملا باور نکنید. همه معلوماتی که برایتان اهمیت دارد سنجید و تحلیل کنید. شما نباید اطلاعات را با احساسات قبول کنید. این معلومات برایتان مفید بود، پس گذاشتن لایک و ابونه شدن را فراموش نکنید. تا نشر دیگر، خیر.